شما که فکر میکنید دوست همینجوری حاضر میاد نصب میشه با جلسه با قرقره فلان، نه اینجوری نیست. با هم دیگه میریم ادامه ویدیو رو ببینیم که مراحل نصب این دوستر بزرگ به چه صورته. که از فروشگاه میاد اینجوری خامه، علیرغم که همتون فکر میکنید لوستر همونجوری حاضر کریستال خورده میاد و بالا نصب میشه. لوستر فروشگاه اینجوری خام میاد، بازش میکنیم، آنباکسش میکنیم، میبریمش بالا و نصب میشه که نما میشه. خب من و داداش تا اینجا رسیدیم، فعلا لوستر رو تا اینجا آوردیم، کریستالش رو زدیم، کار طول میکشه فعلا. همینطور که میبینید کار سنگین و زمانبریه، یه خورده طول میکشه.